بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، سه خواهرزاده امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول پس از مرگ مادرشان قربانبی رحمانووا پزشکان بلندپایه از جمله وزیر تندرستی کشور جمال الدین عبدالله‌زاده را لطف‌کوب کردند. جمال الدین عبدالله‌زاده روز 26 ایول در نشست خبری این وزارت اشتراک نداشت. منابع آزادی این را به لطف‌کوب شدن وزیر ربط می‌دهند. منابع رادیوی آزادی گفتند که جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان و خال محمد رحیم‌زاده مدیر مرکز طبی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت در نتیجه لطف‌کوب از جانب خواهرزاده پرزیدنت سخت مجروح شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمیدهند، ولی منابع رادیوی آزادی در وزارت تندرستی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به ذکر نام این خبر را تصدیق کردند. قربانبی رحمانووا خواهر خردی پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول در بیمارخانه حکومتی در محله شهرک طبی میدگرداک فوتید. طبق اطلاع دریافتی برای طبابت او از آلمان، روسیه و ازبکستان پزشکان جلب شده بودند. همصحبتان رادیوی آزادی گفتند 2 ساعت پیش از مرگ پزشک خارجی شیوه طبابت خواهر پرزیدنت را نادرست نامیده سفارش داده است که تا طرز معالجه را دیگر کنند. نادرست نامیدن طرز طبابت خواهر پرزیدنت خشم نزدیکانش را آورده است. پس از اعلان مرگ مادر، فخرالدین، فاروق و زیادعلی سفروف به پزشکان حمله کردند. فیض‌الدین پسر دیگرش دخالت نکرده است. همه دختران را زدند. تنها با دخالت رستم امامعلی آنها را آرام کردند، گفت یکی از همصحبتان رادیوی آزادی. به قول منابع در این مناقشه جاغ جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی آسیب دیده، خال محمد رحیم‌زاده مدیر مرکز طبی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت از سرش ضربه خورده است. آسیب پزشکان دیگر را سبک ارزیابی کردند. وزیر تندرستی تاجیکستان روز 26 ایول در نشست مطبوعات نهاد زیر اطاعتش شرکت نکرد و صبح 26 ایول در مراسم قبول 1.5 میلیون واکسن مدرن نیز حضور نداشت. ولی در نشست خبری وزارت شادیخان جمشید معاون وزیر تندرستی در پاسخ به این سوال که وزیر کجاست و درست است که جاغش شکسته است جواب گفت که وزیر در سفر خدمتی است. این گپ باز از کجا برآمد؟ این سوال که در سفر خدمتی در کجا قرار دارد و چه کار میکند شادیخان جمشید پاسخ دقیق نداد و تنها اشاره کرد که در خارج از کشور قرار دارد. منابع رادیوی آزادی گفتند ریاست کوفتکوف جنایی وزارت کارهای داخله به تحقیق حادثه آغاز کرده است، ولی هنوز کسی بازداشت نشده است. سبب مرگ قربانبی رحمانووا که 21 ایول در دنقره به خاک سپریده شد رسما شرح داده نشده است، ولی منابع غیر رسمی گفتند که او از کرونا ویروس فوتیده است. پسر او فخرالدین سفرزاده در مراسم دفن مادرش اشتراک نداشت. گفته میشد که او نیز دچار کرونا ویروس شده است و به همین دلیل در مراسم دفن مادرش در دهه مالک و عنایه دنقره اشتراک کرده نتوانست. این نخستین حالت لطف‌کوب دختران از جانب افراد با نفوذ در تاجیکستان در پی هلاکت نزدیکانشان از کرونا ویروس نیست. سال گذشته پسر اسمت عبداللهیف رهبر فرودگاه دوشنبه در پی مرگ پی همه عمه‌اش و عمکش پادپالکوونیک شمس‌الله عبداللهیف طبیبان بیمارستان ولایت ختلان را در شهر باختر لطف‌کوب کرده بود.